روزای دگر ما پیش تو تنها بودیم مفتوش پیدا غرق آشا بودیم سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. بچه‌ها داریم میریم تراش CNC آقای غلامی. آدرس اینجا هم شرک صنعتی تورو یک کامیون داره. خب بچه‌ها آمدیم جا آقا غلامی. یک تیپ بگیر آقا غلامی. خب این هم از داخل تراشی پرس سر شفت. CNCش هم تمیز دادم واقعا. رزبا قشنگ باز و بس میشد. پکینگ ها هم آماده شده. دادیم تراش. بریم واسه نصبش. اینجا سیلند رو تمیز میکنیم بچه. پکینگ ها رو میبندیم و میریم واسه جا زدنش. خب ببینید دوستان، من چون قرار بود شفت بره زیر دستگاه پای جک رو جدا کرده بودم. اینجا شفت رو که جا زدیم یا همون جک رو جا زدیم، پای جک رو میذاریم و جوش میدیم. بر مواظب باشین که شفت بیرون باشه، پکینگ ها ضربه نخوره یا داغ نشه. خب اگه دوست داشتین از این کلیپ ها لایک و کامنت یادتون نره تا بازم براتون بذارم. ممنون از نگاهتون. خدا نگهدار.